دادگاه نویای لوبلینوی شهر مسکو روز 18 دکامبر سال 2023 پرونده های ماموری نسبت به 73 اشتراکچی مناقشه شام 15 دکامبر در بازار صدوات، بزرگترین بازار شهر مسکو و منطقه مرکزی روسیه را بررسی کرد. خدمات مشترک دادگاه مسکو در اطلاعش درباره از کجا بودن 73 نفر چیزی نگفته است، ولی بنا به اطلاع دریافتی اکثریت کل آنها زادگان تاجیکستانند که شام جمعه در بازار صدوات با پلیس به خاطر حمایت از یک تکفیران تاجیک دستگیر شده وارد بحث شدند. با قرار دادگاه 51 نفر با جرم اطاعت نکردن به امر پلیس بر اساس قسم یکم ماده 19 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری روسیه به حبس ماموری محکوم شده. 22 نفر دیگر بر اساس قسم سیوم و علاوه یکم قسم سیوم ماده 18 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری روسیه با جرم ویران کردن قانون‌های مهاجرت محکوم به اخراج مجبوری از قلمرو روسیه گردیده به بازداشتگاه مهاجران فرستاده شدند. نظر خود این 73 نفر دسترس نیست، ولی اینکه دادگاه لوبلینو در یک فرصت خیلی کوتاه یک باره 73 پرونده را بررسی کرده است نشان می‌دهد که این مهاجران بی‌حقوق و بی‌صاحب اکثرا تاجیک به اصطلاح معروف گاوسو شدند. قبلا وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده بود که در پی مناقشه در بازار 82 نفر دستگیر گردیدند. تکسیران 21 ساله تاجیک سوراب یوسوپوف که بازداشت او به مناقشه شام جمعه در بازار صدوات آغاز گذاشت از سوی دادگاه لوبلینو تا 16 فوریه سال 2024 به حبس گرفته شده. به ضدش دو ماده کودکس جنایتی روسیه ماده 318 زوروری نسبت به نماینده حاکمیت و ماده 319 تحقیر نماینده حاکمیت پرونده جنایتی گشودند. سراسر تفتیشات شهر مسکو خبر داد که الکی در مناقشه با پلیس در صدوات دست داشتن 11 نفر معین کرده شده. 6 نفر آنها را الکی برای بازپرسی و انجام دیگر حرکت‌های تفتیشاتی حاضر کردند. از نوار نشر کرده مقامات دیده میشد که دستگیر شدگان همه تاجیکند. نشریه روسی امکا روز 19 دکامبر خبر داد که مقامات شخصیت باز 5 اشتراکچی دیگری مناقشه را معین کردند که 4 نفر آنها مرد و یکش زن بوده، همشان زادگان تاجیکستانند. به اطلاع منابع امکا 2 نفر از این دستگیر شده ها سید رحمان عبدالله 35 ساله و ظهورالدین 16 ساله شهروند روسیه را داشتند، ولی 3 نفر دیگر شهروندان تاجیکستانند. اینا ساله بابایف 25 ساله، روح الله یونسوف 23 ساله و مجگانه گوری و می باشند. این جوانزن 29 سال داشته است. امکا خبر داد که باید به زودی چاره پیشگیری رو نسبت به این 5 نفر انتخاب کنند. به احتمال غالب آنها را نیز برای 2 ماه به حبس پیشکی خواهند گرفت. طور قبلا خبر دادیم شام 15 دکامبر سال 2023 تخمینا ساعت 18 کارمندان پلیس ماشین سوراب یوسوپوف را برای تفتیش حجت‌هایش منع کردند. راننده کوشش فرار کرده ماشینش را بالای کارمندان پلیس راند و به حیات و سلامتیشان خطر ایجاد کرده و هنگام بازداشت نیز کارمند پلیس را چند ضرب دیگر زده با الفاظ قبیح تحقیر کرده است. ولی مهاجران میگویند پلیس با یک شیوه بهرحمانه راننده را دستگیر کرده به بدنش الکتروشوک زد و از بس که سوراب یوسوپوف بیماری اپیلپسی داشته است از ضرب نیروی برق این بیماریش اوج گرفت و او از اوش رفته است. بازار صدوات که در حدود نویای لوبلینو در کناره‌های جنوب و شرقی پایتخت روسیه در پهلوی مکاد در میدان 40 گکتار جایگیر شده است. با بیش از 8000 مغازش بزرگترین بازار شهر مسکو و روسیه به شمار می رود. در بازار صدوات صدها زاده تاجیکستان کار می کنند.